زندانی سیاسی یعنی سیاهی لشکر. سیاهی لشکر یعنی بینام، موجود در صحنه اما بی اسم. گوشاتو باز کن. دیرم انقلاب شد. خیال میکنی شما همه کاره میشین؟ تو نمیفهمی. خیلی راحت گرفتین. نه الدنگ نه قربچاق. تو نمیفهمی که باید اسم خاص باشی و الا سیاهی لشکری. شما اداره امنیت چرا وقتتون رو صرف این سیاهی لشکرها میکنین؟ ما منکر قدرت سیاهی لشکر نیستیم. بس شما به مردم میگین سیاهی لشکر؟ چون قدرت واقعی تعیین کننده همینا هستن. هم اسم خاصن هم عام. تا این مردم به واقعیت بر حق انقلابی خودشون نرسن این انقلاب ادامه داره. بوی چی به دماغت خورده؟ از این رقاص بازی ها که تو خیابونا شروع شده تو دنیا زیاد. من دارم با تو انسانی حرف میزنم. میفهمی؟ انسانی! شما نمیفهمین به سر این مردم و این مملکت چی دارین میارین. شما نمیفهمین امنیت یعنی چه. شما ماجراجویی. تکنولوژی آیه نمیخواد و چیزی که این روزا از شما صادر میشه فقط آیه است. خیال میکنی ما مسلمون نیستیم؟ جزو مکانیزم اندام این جامعه هستیم. هر دولتی در هر جامعه ای پلیس امنیتی میخواد. هر نوع دموکراسی، هر نوع حکومتی که هر اسمی میخواد داشته باشه پلیس امنیتی میخواد. این اجتناب ناپذیره. دیر یا زود هر حکومتی به این حقیقت خواهد رسید. شما سیاه رگین. سیاه رگم که جزء مکانیزم این اما این بحثا برای چیه؟ پلیس امنیتی وجودش تعریفی داره، عملش تعریفی دیگه. شما پلیس چه نوع امنیتی هستین؟ امنیت حکومتی رو تضمین میکنین که با مردمش این رفتار رو میکنه؟ ما از شما نمیترسیم، داریم آزادتون میکنیم. با حس انسانی نمیشه حیله‌گری کرد آقا. حیله‌گری وسیله خودشو میخواد. میخواین قانون اساسی بازی درارین؟ کفگیرتون تایدیک خورده. این دیگه کهنه شده. اگه قدرت داشتم از این زندان شما بیرون نمیرفتم. پشت این آزادی شما بوی گند حیله‌گری میاد. حرفشو کنم بگو یه میدون به اسمت میکنم، اسمتو میذارم روی خیابون، بعدش میفهمین که چه کرک گنده خوردین. شما ابزار اجرایی یک حاکمیت بیرنگ هستین. ما ابزار اجرایی یک حاکمیت شناخته شده ایم. حاکمیت مردم برای شما نشناخته است. اصول ما اسم خیابون نیست. تو هنوز آزاد نشدی، تو هنوز اینجایی. ولی بحث سر آزادی من نیست. تو عقب آزادی خودت میگردی.